دیگه تکراری درستش نکن. کلم بنفش خرد شده رو داخل قابلمه بریزید، روش تخم مرغ‌ها رو بذارید و دوباره کمی کلم بنفش، کمی نمک برای اینکه ترک نخوره و 2 قاشق سرکه برای اینکه کلم‌ها رنگ بده اضافه کنید. بذارید 10 دقیقه بجوشه، بعد شعله رو خاموش کنید و نیم ساعت دیگه توی همین آب بمونه. روش دومی که هر نوع سبزی یا گیاه که دوست داشتید روی تخم مرغ‌ها بذارید و با یه پارچه نازک یا جوراب سبزی رو روی تخم مرغ فیکس کنید و با نخ محکم ببندید. کف قابلمه پوست پیاز قرمز یا نارنجی بریزید و تخم مرغ‌ها رو روش قرار بدید. یکم سرکه و نمک و آب بریزید و نیم ساعت بذارید بجوشه. بعد که خنک شد پارچه و سبزی رو جدا کنید. اما روش سوم، پوست پیاز و کاغذ خرد شده رو مخلوط کنید، تخم مرغ‌ها رو با آب خیس کرده و داخلش بغلتونید. تخم مرغ‌ها رو با پارچه توری ببندید، داخل قابلمه چای ترش بریزید، تخم مرغ‌ها رو همراه نمک و سرکه و آب اضافه کنید و 20 دقیقه بذارید بجوشه. بعد شعله رو خاموش کنید و 1 تا 2 ساعت بذارید توی همون آب بمونه. بعد هم پارچه و پوست پیاز رو جدا کنید. برای اینکه تخم مرغ‌هاتون براق و پررنگ شه، بعد از خشک شدن کمی روغن بزنید.